اگه همه آدما از روی زمین ناپدید بشن، چی به سر زمین میاد؟ اول نیروگاه‌ها خاموش میشن و چراغا تو کل دنیا شروع میکنن به خاموش شدن و شهرها توی تاریکی فرو میرن تا چند روز بعدش متروها پر از آب میشن و حیوانات وحشی شروع میکنن به پرسه زدن تو خیابونا. گیاها از زمین بیرون میزنن و دور ساختمونا میپیچن. تا چند هفته اول بیشتر حیوانات خونگی و حیوانات مزرعه بدون مراقبت آدما زنده نمیمونن، در حالی که طبیعت به مسیر خودش ادامه میده. بعد از 1 ماه نیروگاه‌های هسته‌ای بدون سیستم خنک کننده بیش از حد داغ میشن و بعضی‌هاشون ذوب میشن و فاجعه‌های جهانی به بار میارن. 1 سال بعد ماهواره‌ها شروع میکنن به سقوط از تو جو و با سقوطشون میسوزن. چند دهه بعد هوا تمیز میشه، جنگل‌ها شهرهای متروکه رو میپوشونن و حیات وحش شکوفا میشه. 2 قرن بعد بیشتر ساختمون‌ها، پل‌ها از بین میرن و فقط بناهای سنگی و بقایایی از فلز باقی میمونه. میلیون‌ها سال بعدش حتی اهرام مصر و کوه راشمور هم دیگه نیستن و انقدر فرسوده میشن که انگار اصلا وجود نداشتن و بعد از 50 میلیون سال زمین کلاً به حالت عادی برمیگرده. نه جاده‌ای، نه ساختمونی، هیچ اثری از این که ما اینجا بودیم نیست. فقط یه سیاره است که به زندگیش ادامه میده بدون انسان.